عزیز جان، شما که این همه زحمت میکشی، دلت رحیمه، میخوای جایزه بدی، یه چیزی درست درمون بده قربونت. انگاری شده یه اصل که جایزه‌های مدرسه به هیچ دردی نخورن. آخه نمیگید با دانش آموزا از کجا برای ادامه دادن انگیزه پیدا کنیم؟ ای خدا ای خدا، جایزه هم به ما میدن. بگذریم آقا بگذریم، دلم خونه. به نظر من این که میگن آمار خرید جوراب تو روز پدر به اوج خودش میرسه و بیشترین میزان خرید متعلق به خانواده هاست اصلا صحت نداره. جوراب یه چیزیه که همیشه تو نقطه اوج و درخششه و فقط هم به خاطر علاقه قلبیه که تمام نهادهای آموزشی بهش داره. شما معدلت 20 میشه، جوراب میدن. رئیس شورای دانش آموزی مدرسه میشی، جوراب میدن. المپیاد شرکت میکنی، جوراب میدن. مدال طلا میگیری، بازم جوراب میدن. خلاصه همیشه و همه جا یه دانش آموز محکوم به اینه که همیشه جایزش جوراب باشه. بنده خودم از بس که مورد تشویق مدرسه قرار گرفتم، یکی از روش‌های درآمدزاییم صادرات انبوه جوراب به سراسر دنیاست. خلاصه اگر جوراب خواستید، راه‌های ارتباطی ما رو در نظر بگیرید، با ما در تماس باشید. پریسا شما هم خبر داری؟ چیو؟